بسیار پرپشتکاره. این کار باید به نتیجه برسه تحت هر شرایطی، ولی خیلی شرایط آدم ها رو خوب درک میکنه. این در کل مشکلی باهاش نخواهی داشت. 3 خصوصیت خوب تیم که من به شخصه خیلی دوست دارم. اول از همه اینه که با هم هماهنگ کار میکنن. دوم این که نظم خاصی تو تیم وجود داره و آخرش که از هم به نظرم مهمتر این که توی این بچه ها صداقت هستش. یزدانیان هستم. در این سالی که با خانم مهندس خرمی همکاری داشتم، تلاشگری، وقت شناسی و نظم ایشون همیشه زبون زد بوده. آرزوی موفقیت دارم براشون.